آقا این نصیحت رو از مادر من گوش کنید در مورد به خانوما. میگه بزرگ شده دانمارک دنیا هم چرخیده، یعنی آپ تو دیت. ببین چی میگه، دختر چی باید داشته باشه؟ من نظرم اینه یعنی ثابت شده دختر وقتی که درسشو بخونه، شغل خوب داشته باشه، درآمد بالایی داشته باشه، مرد بیشتر براش احترام قائله 100%. و زندگی قشنگتر با عشق پیش میره. ولی اگه زن هیچ نوع تحصیلات و شغل و درآمدی نداشته باشه، اولش عشق هست ولی بعدش عشق میره. جیگر تو برم من جان سخنرانی تمام. خانوما رو پای خودتون باشین که مردا بگو با من خوب باشن، تعظیم بکنن. بگو با من خوب باشن، بگو با من خوب باشن. آیسان که عشق منه، آیسان بگو با آیسان خوب باشین. آره بیست و بست بهترین پسر روی بیا آقا بیا، یارو آمریکاییه دیگه. آقا بیا تمام. ولی دخترها به خودتون برسید. دخترها به خودتون